خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا در سای وب دیزاینینگ خود شروع میکنیم. دوستای عزیز، اولین جلسه از بخش وب دیزاینینگ است. خب دوستای عزیز، پیش از اینکه مستقیم بریم سر وب دیزاینینگ و وب دیولپمنت، بهتر است که یک تشریح کلی از خود وب داشته باشیم که وب چی هست، چی استفاده داره و در کجا استفاده میشه. خب یک تعریف جامع و مختصر از خود وب. یعنی دنیای سایت ها و صفحات که روی اینترنت قرار داره خودش وب است، مانند فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و غیره و غیره، یا مجموعه صفحاتی که با تکنولوژی های مختلف مانند تکنولوژی های فرانت اند و بک اند طراحی و دیزاین شده و روی اینترنت هاست شده، خودش چی است؟ خودش وب است. خب دوستای عزیز، وب به دو نوع است. یکی وب دیزاینینگ داریم دوستای عزیز و یکی وب دیولپمنت داریم. خب وب دیزاینینگ چی است و وب دیولپمنت چی است؟ خب دوستای عزیز، وب دیزاینینگ یعنی طراحی. همراه وب دیزاینینگ فقط دوستای عزیز شما میتونید طراحی را انجام بدید، در غیر از صورت هیچ کار انجام داده نمیتونید. خب زبان ها و تکنولوژی هایی که در بخش وب دیزاینینگ استفاده میشه دوستای عزیز به نام کلاینت سایت گفته میشه، یعنی سمت کاربر، و زبان های فرانت اند. دوستای عزیز، یک نکته متوجه باشین که خیلی از دوستا متوجه نیست یا نمیدانه دوستای عزیز، در حقیقت ما کلاینت لنگویج نداریم، کلاینت سایت داریم، یعنی سمت کاربر دوستای عزیز همو موبایل و مرورگر میشه که یعنی در حقیقت ما اونجا زبانهای فرانت اند قابل دید و نمایش برای یوزر هست. خب زبانهای بخش فرانت اند، زبانهای بخش فرانت اند دوستای عزیز عبارتن از HTML CSS و جاوا اسکریپت. اینی سه زبان دوستای عزیز در بخش فرانت اند است: HTML CSS و جاوا اسکریپت. هر کدام از این چی وظیفه داره دوستای عزیز؟ وظیفه HTML یعنی مارک کردن یا مارک اپ کردن دوستای عزیز. مارک اپ کردن یعنی زبان نشانه گذاری و استراکچر بندی برای چی؟ برای صفحات شما HTML است. وقتی دوستای عزیز شما مارک اپ و نشانه گذاری را انجام دادین، شما نیاز دارین که استایل انجام بدین. استایل و دیزاین. استایل و دیزاین مربوط چی میشه؟ مربوط CSS. با CSS شما استایل و دیزاین انجام دید. وقتی این هر دو رو انجام دادین دوستای عزیز، یعنی شما مارکاپ و استایل و دیزاین انجام دادین، شما با والیدیشن ها و کلیک ها همچنان روبرو میشین که وظیفه چی است؟ وظیفه جاوا اسکریپت است. والیدیشن مثلا، بخش کلیک، این چیزا مربوط چی میشه؟ مربوط جاوا اسکریپت میشه. مثلا در صفحات خود، در وبسایت خود شما انواع و اقسام فرم ها دارین، ایمیل، پسورد، که وظیفه جاوا اسکریپت است که چک میکنه آیا ایمیل صحیح هست یا نیست، آیا ایمیل و پسورد شخص صحیح هست یا نیست. وظیفه چی است؟ وظیفه جاوا اسکریپت است. یا شما دکمه ها در سایت خود، در صفحات خود دارین که وقتی کلیک شد چی ریاکشن برای یوزر انجام بده و چی واکنش از خود نشان بده. خب دوستای عزیز، با این زبان های فرانت اند شما میتونین که یک استاتیک وبسایت طراحی و دیزاین کنین. استاتیک وبسایت دوستای عزیز در حقیقت یعنی سایت شما مرده است. مثلا در آینده اگر شما بخواید دوستای عزیز کدام تغییرات بیارین، کدام چیز را اد کنین، دیلیت کنین و یا چنج کنین، شما نیاز است که به خود سورس و منبع مراجعه کنین، یعنی بدون سورس و منبع شما هیچ کاری انجام دادن نمیتونید دوستای عزیز. خب یک دیزاین خیلی ساده و بیسیک خودیم که نیاز داشتم همراه پیور HTML و CSS انجام دادیم، برای شما نشان میدم که همراه HTML و CSS چه کار را میشه انجام داد. خب دوستای عزیز، این یک دیزاین خیلی ساده و بیسیک است که همراه پیور HTML و CSS انجام دادیم. این حالی شما متوجه میشین که همراه HTML و CSS یا زبانهای فرانت اند چی کار را میشه انجام داد. خب مریم سری وب دیولپمنت. وب دیولپمنت یعنی توسعه دادن دوستای عزیز. همراه وب دیولپمنت شما وبسایت های خود توسعه میتین، یعنی دینامیک میسازین. و تکنولوژی ها و زبان هایی که در بخش وب دیولپمنت استفاده میشه بک اند. خب دوستای عزیز، نکته را اینجا همچنان متوجه باشین مانند که در قسمت
فرانتین و کلاین سایت گفتم. بکین یک مفهوم کلی است دوستان عزیز. بکین لنگویج نداریم. در حقیقت بکین یک مفهوم کلی است. تمام لاجیک و منطقی که پشت سایت ما اتفاق میفته مربوط چی میشه؟ مربوط بکین. کار کردن با دیتابیس، کار کردن با امنیت و کار کردن با API مربوط بکین میشه. یعنی بکین یک مفهوم کلی است. اما سرور سایت لنگویج ها داریم مانند چی؟ ASP، GSP، PHP و خیلی رایج و معروف شید چی؟ پایتون. این زبان ها در بخش سرور سایت استفاده میشه دوستای عزیز که همراه از این زبان ها شما میتونید یک چی؟ یک دینامیک وبسایت طراحی کنید. یک دینامیک وبسایت طراحی و دیزاین کنید. خب دوستای عزیز گفتم که استاتیک وبسایت یعنی سایت شما مرده هست، اما دینامیک وبسایت سایت شما به شکل زنده است. یعنی شما فیسبوک و یوتیوب در نظر بگیرید دوستای عزیز. شما وقتی در فیسبوک و یوتیوب هر بار که لود میکنین صفحه خود و صفحه خود وقتی ریفرش میکنین تمام اطلاعات و دیتاها یعنی به شکل مجددا چی میشه؟ نشان داده میشه برای یوزر. این سایت ها را سایت های دینامیک میگن. خب دوستای عزیز شما اگر بخواید یک پیور دینامیک وبسایت داشته باشین شما همچنان نیاز دارید به چی؟ به یک دیتابیس که انواع و اقسام دیتابیس داریم مانند اکسس، مانند SQL، مانند MySQL، مانند MongoDB و غیره و غیره. خب دوستای عزیز در بخش وب دیزاینینگ وظیفه هاش را گفتیم و وظیفه های بخش وب دیولپمنت گفتیم و دیتابیس. اینال دوستای عزیز مثلا شما یک سایت دانشگاه یا یک سایت مکتب در نظر بگیرید دوستای عزیز. خب اینال دوستای عزیز مثلا شما اگر بخواید یک وبسایت برای یک مکتب دیزاین و طراحی کنین در اول شما وظیفه HTML است که مارکاپ و نشانه گذاری کنه و وظیفه CSS است که طراحی و دیزاین انجام بده و وظیفه جاوا اسکریپت است که فرمالیزیشن ها کلیک کردن ها را کنترل کنه و ایجاد کنه. خب و بخشی وب دیولپمنت میرسیم. با زبان های وب دیولپمنت یا سرور سایت شما ارتباط برقرار میکنین با دیتابیس و در دیتابیس شما اطلاعات خود ذخیره میکنین. مثلا شما وبسایت دانشگاه یا مکتب که در نظر گرفتین دوستای عزیز مثلا ایمیل و پسورد داریم. اینال دوستای عزیز وظیفه جاوا اسکریپت اینجا مشخص میشه. مثلا بخش ایمیل و پسورد، ایمیل یا پسورد. خب وقتی شما مثلا یک نفر یک شاگرد بخواین که بخواید لاگین کنه اول جاوا اسکریپت می چک میکنه که آیا ایمیل ازی و قانون ما است یا نیست. یعنی ایمیل قانونی داره یا نداره. ایمیل شامل چی میشه دوستای عزیز؟ مثلا ایمیل خودم کد 123@gmail.com. خب اینی قدر دوستای عزیز مربوط چی میشه؟ مربوط نام ایمیل هست. اینی هم ادساین است. اینی هم هاست یا دومین است. اینی هم اکستنشن است. دوستای عزیز جاوا اسکریپت می در قسمت اول چک میکنه آیا نام ایمیل شامل نام میشه یا نمیشه، شامل ادساین در خود داره یا نداره، شامل چی هاست و دومین میشه و اکستنشن داره یا نداره. این وظیفه چی است؟ وظیفه جاوا اسکریپت است. خب وظیفه دیتابیس چی است؟ مثلا اگر بخوای این نفر در سایت لاگین شوه وظیفه دیتابیس است که می چک میکنه که آیا این نفر اینجا موجود است یا نیست. اگر موجود بود که نفر لاگین کرده میتونه، اگر نبود مجبور است ساین اپ کنه پیش از لاگین کردن. تشکر از توجهتان. تا ویدیوی بعد خدایار نگهدارتان. در ویدیوی بعد انشالله در مورد وب دیزاینینگ و مخصوصا در مورد HTML بحث میکنیم.